پیشم رفت یعنی تو دین یه هفته پاک کنم این میشه تا پیش رو گیر کنم میا ده آبا چند دقیقه چیده جان مرگمون سر سنگ چیز کارنی تو اگر مال گم شونه تورین بگو قیله جبیر ما خود خورده خریدار مالان دخولا خود خورده بالا منجسته نشدی که جان مرگ ایش داخل والا سنگرک نه ما باید چند سنگ دیر من دخولا هر بگو خود تو مایی مال درک نده تو جان مرگ کننگه أنا بعد ما يا صبرت ما ناس مش مهم قسم خبرش ننيد ناشو هاي الكني يا ابوك شو بتشوف خریدار صاحب سلام علیکم علیکم السلام لاله گفتم رشته فدای آخر جام خنیز مو بایا چیز کاره ناس مش مهم اون بچه‌م زیواز امچولی دختر لالیم را برده تو وجبت بخیش روش تاجگه مالک بای ناقل هم قرار سینیه سنگرک دیرد موقوف بایت باری بایت باری او برادرم زن شوهردار مو خوی دینمزی خوش بدی که برادر گل قد از تو دوست باشی آقا استاد ما دمینج ما چیز گناه گده توخ برادر خاتون شمده نان آن نماغ برادر گل امزی امی دوستی که آن نماغ مخنا آدم را خنجر میزنه امی بسیار ما خوب برادر گل نه و کار زینیه و قدر بیتی برادر یعنی میترمون برادر گل در تنگنا قرار دیده نه یه کار بسیار درست نیه درست نیه فهمید این ده حدیث اسلام نمده یه کار چی رقم کده ما که بسیار یعنی میتر دل ماتیش ناجی آقا فقط ما میگم من بورم من بده عقده دل قدم زمین سفیدا بگم حل میشه فهمیدی این مشکلات حل میشه خیر شده اره مو سفتاش ده اونجا گپ میزنه دیگه تمام کار حل میشه اقراری میشه کل به خدا دیگه قد از تو ما خونم دو توره رو گفتم ما مثل خاگای بروای مرده بر محمد آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد بسم الله الرحمن قالوا انا لله و انا الیه راجعون خدا رحمت خدا بیامرزه تمام مرده قول علی خاگاس کی خیلی زیاد شده اینا اضافه شده یا نوشته لالا بعد از اینکه شما از این آقیل کود که رفتی دل چند سال میشه که نمیده اره یعنی کستا خدا بیامرز خاگی آبه نصرالله خداوند بیامرزه اونوشو کی مو دقونی کی نامش زیدالدین بود دقون خریدار خو بیچاره متانا بود خدا رحمت کنه خیلی خوب رحمت کنه اونو دیگه خاگی آبه زیاییه کریم امروز دیدی که سنگرک را مو بردی؟ آره 5 در 2 شمار بردی امروز دیدی امروز؟ آره امروز روش کردم یعنی می برادر گل تو تا این زمان فرقم سلام علیکم سلام علیکم اهلا و سهلا سلام علیکم الله خوب بخیر جان وی بلای خوب جوره بخیر خوب بخیر جان سلامتی میر صاحب جان جوره بخیر آخوند صاحب خوب هستین بخیر سیشون خوبه برادر ببخشین مخ برادر گل در دست خود ما نبود از خاطر انمیزی خاطویه یا شمار یک تکلیف دیده باید که بارن منش در خانه ششته بودی سلام علیکم چیز کامه تو مالا در کجایه؟ مالا این دقوله منجی ما آمدم چیز کنو کامه بچه کن مالا که تو مردار نم که تراخت تو چانو برو تست تو در هر چیز سخت پیش منی یا الله با این قرار فایی خوبه فایی تو خطا نشنی یه نمید خود دمید دمی جویه بلی بسیار خوب جایه همین سایه هم هست یا الله برادر اینج بشی خوبه اینج بشی
او شپو بیا اینج بشین یا علی مدخ باین بشین میر صاحب یک 2 دقیقه توره دارم چیش اتای قنجقه خریدار توره بگی دیگه بسیار خوب خریدار صاحب همو نوسیم بندوله بود آره امو را چولدی تو تلجیک ده برده خو آره اینه میل قد تو مگی یه چلدی رم خدا جور مرکنه که زن شوردار برده آره باش ما هم ده حساب چلدی میرسوم خو اینه میگه با ره عجب میر صاحب توره اینمیه ما خدا معلومه دنیت خو پاکی آخ خدا قرآن الهی برادر گل اموم روزی که لاله تو در پیش خانه مو امداد دختر توخ کدو آتیم امی توره گفت که مو امی شوشیر تیر کنی خاتون لاله مولاد کدد گفتی امی شوشیر تیر کنی صبحش تو قد میر صاحب برادر گل بیا دختر لاته پرتاو کن امی بود که عوض خاک در خانه من دست کرد آلیم اگر تو قد مارکی بوگی که یاره ما یعنی دختر را لاته پرتاو کده دوم ناموس از ما شد برادر دمزی باره ما میتونم که دختر عوض را در خانه استو دختر ووز را کنم آره لاله ما قد هستم و شرط تو دی قول باشه ما هستم هسته؟ هستم ابیل هستم بر خو گب از این قراره دیگه آره خریدار صاحبان من میگه با او کس نیم اینجا میوز کوی کنه بچه ها چپو برو مور کوی کو بگی عوض بیا اینجا ملخشی دیگه آتش چلدی را بگو بیا اینجا بگی چا بگ بیا توی قز به بندباری گرفته نه اولاد خود تربیت میدیر نه خود تو تربیت داره عوضه آتای تو مگی یا ما بگم تو بگو بچه ما فکرایم در جای نیه برادر بسیار ببخشید در روز مرگم هم دید برادر گل یه چه حرفه بگی این امروز ما در پیشم شرمم بجای از این آدم بیننگ بجای از این آدم نمک ناشناس توخ برادر امی ها قزمه میشه خاتون خورده در خانه ما برادر گل خوب سرسرشته گرفته از بقاس عوض را تلبسته در خانه ما که برادر گل تو بیا اموتر از بقاس دختر زیر بیتلو اگه خودگان چی خبره که ما برار میر را برادر گل یک هفته پیش ای بلده برار خلاچه پرتا اکتا آره خودگانش خوب خبره خوب خبر آره از بقاس اموتر کده آره اون دخترش در خانه بود یعنی می عالم برادر گل یعنی ما این گردون نرم از ما و یعنی می شمشیر یمزی قومی برارم که کلگی جور بازوی می خوبه ما فیصله نی عوض هم از آسمو تا نشته بچه که داره نتونست زن شوردار تو تلجیکت مبره خواه ما عقل مسنجی فیصله نی تو دیق نشو خان صاحب شما هم دیق نشنید مهربانی تشکر میر صاحب نالی تو دیق نباشیم ما نه جور باش خیره فیصله نی خوبه ره امی عذر از ما پیش شما برادرها باشه خوبه امی دختر امزی آدم بری از ما گفته شد صحیح حال فیصله از ما دیست شما برادرها باشه شما خوبه چیز که بگین خوبه ما فیصله نی این بچه عوض بسیار بد کار کرده ما ایر باید جدی فیصله کنی این زن شوردار برده بسیار بد کار کرده عوض کس گفت از ما شما را باید گوش کنه که هر چیز ما شما بگی باید قبول کنه این کار خوب نبودی کار کردن باید قنچ از ما شما بیشه که هر چیز ما شما گفتی باید قبول کنه رس دیگه ما امروز نه قضیه را شنیدم بسیار جگرخون شدم این آتش چلدی بسیار کار بد کرده باید از حساب قانون شریعت اسلامی قنجقیزی رفتار شونه این چرا فهمیدی اولاد یک نفر را مورد خانه خوازو نه ما مشکل الان خبر مگه بخیر سلامت بخیر خرف کب صدای جوان خوب بخیر صرف ما سبز جور خوب هستین جوان خوب بخیر سلامت بخیر کجایی بچه تو ها قراردار صاحب ما نوبتی ها داشتم و همین جاگداری میکردم بخشیش باشه حکمت دیر شد
نوبتی ها بلدام تو بیله تو خود خوی اولاد خورا اداره نه زن شوردار مردم تو تلجی که برده هنوزم تو میگی ما ودریم کن ما ودری بلدان تو بیله قردار صاحب اونمو گورنخو اونمو جانی مرگ ما آبروی عزتم در منتخب بود دیگه ما آبروی عزت در پیش همزی برادران ندارم یالی شده دیگه شده دیگه دختر مرتکر بردم شده دیگه تو شده حساب نی خدا و راستی پای شما برادران نباشد که ما یه دو سخت نمکدم خوی وزالی تو تصمیم گرفته که زن شورداره بچه تورده حالی تو چیز خیلی دیره که میدی دختری وزر میدی تو مال داره پیسه نخت داره تو چیز خیلی دیره که مردم بوگه که اینجا که بیدیه که بار تو خلاصشون از گردون تو خریدار صاحب ما خبر نداشتیم که دختر همی شورداره آمدم در پیش خان بله پیش خان آمدم که خواستگاری کدوم که ما جواب داد آمدم تو رم خبر کدوم خوبه که جواب داد دردیم را دیگه ما خبر نداشتیم که شورداره یالی که بین امی یتیم امی جان مرگم امی کار را کده دیگه چیز کار کنم ما تور میدادم میر صاحب لاتا پرتک داد و تور میدادم او زن شوردار بود بلده برار خلاطه پرتاو که داد برادر گل ما چیز لیتر مو گفتی یک دختر ده 2 نفر میرسندیم ما لازم از که ما در خانه است تو آمدم تو نگفتی که دختر امی بندوله قردار صاحب گفت که دخترمو دیگه کسا گفتگویی که ده عالم یه وزو خود تابرو نزو اولاد خو کی داره نتینستی خود خو کی داره نتینستی همین صابی دختری وزر دبلیت مایا می صابی گلم مایا عالمی که جمعت کمی دوخ میرندک مو بندول عالمی مو گه که ما شال کدوم ما برادر گلم در شیرنی که در قردار صاحبو کار در شما گردن از ما اما دختر نمیدیم گله میدیم تو چیز خیلی دیره که گله میدی پورا میتنی تو ما گله زیاد چونه ما علمی تاینا زمینای ما کسته هر سال 5 خروار گندم میشن مو 5 خروار گندم ما میشن 5 خروار کوری خود تو پور نمون را و حسابی گله دختری مشک دخترم دختری وز را اونو دختر شوردار آورده او دختری وزر مشک حسابی گله مشک کدامش میتی دو اگر رفتو در سرمزی آدم قبول دلجی کدید اگر نکدید اوز راست شما هم خلاص ما مفهمم عوض مفهمه مویب تو جنجال نکو ما که زبان دیدم که ما سر از اجرانم تو کت خان دیگه خود جخشور خو آواز خو بال بور نکو خب ما بیشت برادر گل توری آواز خو بال بور ای عوض از آسما کو ای تا نشته که نه خوچی داره من نه اولاد خو داره کده ما در سر از یک هیچ سری نو پشت ما یه در سر اجرانم آلی خریدار صاحب برادر ما بگم نه یعنی می آدم که زن شوردار را برده ما باید جوابگوی از این مرتکه باید باشیم دیگه بله حالی که مگه ما دمزی خانه آبروی خوردم اشتم لا تکدم برادر گل تمام مخلوق خبر شده خریدار صاحب ما تاریخ را بگم خلاص شونه دیگه شما مفهمید و کار شما مفهمه بله ما میگم برادر گل اینمی آدم که از ما سبا روز آدم توقع داره اینمی عوض یک دختر وزر باید بیدی بله دویم دیگه یک دختر دیگه وجه گله که برادر ما خبرم که در خانه ازی این شوتامایی ادخل نداره بله وجه گله یک دختر دیگه باید مر بیدی تا که برادر گل اردو دختر را نورده خاتون شین من جگروگان ممنه موی با دو دختری رواجی طایفه ادنیه خو قرنی رواج نیه اما یک دختری وزر میدیه که تو بندوله میر بوده خو و دیگه حسابی دو دختر نیه حساب یک دختر تر گله میدیه دیگه جنجال از شما را ما خلاص منم در سر از این قبول جلجینم باید گله تر بیدیه ایوازو سر خو خم نگر اینمی مارکه اینمیه خو دختر خو بیدید به حساب دختری وزر خو اما به خاطری که
زن شوردار بچه تو برده باید وزری خانه بیکشی کدمویو به دیگه دختر پس بیرو اینجی دیریخ را خوب توی کو رواج زمانه توی کو از اون چه بو برده خانه خو دیگه تو کنو که کشکشک و زبان بازی و بدبختی دیگه بای ناغیل جور نکنی که یم دفعه دیگه اگه کارای نام بدله و رسوایی کنی تو به قد مغز خاک چامونم هم خود تو هم اولاد تو را بالکل اره این دفعه ما از خاطر از تو قدر کد مردم دو داشتو اره موی بلالای خریدار صاحب امیر خوب فیصله کرده او رقم گپ که تو میگی که دو دختری حضور بگیری او یه امکان نداره این که دختر میگه زن چی اینجا گروگان دار بدیم او یه امکان نداره اینمی که زن از اور علاقه بوره و اینمی یک دختری حضور میدیا اما توی منه و نان مردم رو میدیا اینمی بالکل گپ خریدار حضور از ما رو بکشه مویو باو آدم از آدم زیادی نداره رنگرز خداوند عالم هسته اون مور ما دستر ایواز گفتم ایواز او زور تو میکشه دختر ایواز تو میدیا دیگه دیریخ و پست خانه تو میره رواج زمانه توی نه دیریخ مبره دیگه جنجال نکن ما بین خو بخی سید کاره دیگه خریدار صاحب رواج زمانه گاه میره کم بود که برادر دختر سرور را که جمعه خان بود موبلیزو گو کشتی گوسپو کشتی امور فیصله کردی گله ملیش سه خیلی خوب خدمت کرد او بچه یه عوض نداره ایشو نخور نیخ نداره امور یک کشمش پلاو من امور جنجال هم دار کلو نکی دیگه امور یک کشمش پلاو نمو توی نمی آقیل همین مخره دیگه مو بلده یک دانا نال یه عوض در کجا بوده اونی سید مشکل نداره خریدار صاحب برادرها خیر کنید خدا شما را نگاه کنه که همین رو شما امروی از مرا شوشتین این گرنخواه بچه از من کس آبرویم را برد بله این هم چیز که شما بگین چیز که بار بلید چشم ما قبول دارم ما بار از تو را سبوک خلاص کدی اره سبوک بارشته دیگه وقت گرنگ نیشته به خاطر که تو نداره خواه اما دا آینده اولاد خیلی اداره کن دیگه چیزی ندارم نمونم اونمو شما در روز توی شما کشمش پلاو میدیم صحیح ما دقیقا میخورده شنید خاصه مسافرتایی که در این چی جمع شده خداوند خیر بده فهمید این مسائل را حل کده شما لاله قناعت دارین دمسی که فیصله شده چیزی که عاقل بگه دیگه ما از رای عاقل برنیم خاصه دیگه آتش چلدی تو قناعت داری دمسی ملا صاحب اره خاصه خداوند فهمیدی جنجاله ها را دور و برطرف کنه بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد خان صاحب خوب شد مسئله حل شد نه؟ خوب شد میر صاحب قد ملیک صاحب آمدیم همین مسئله حل شد بسیار خوب شد خدا رو شکر میر صاحب بردش قد ملیک صاحب برد که چای مای در خانه بخوری خوش باشی خانه خدا آباد کنه مو مدر سیسی بردیه حال چای نمخورین؟ نه جوش پاس شده میر صاحب تشکر زنده باشین اینمی یک دنیا ما شما تشکری منم که می مسئله از مور خلاص کردید ملک صاحب شما خدا شما نگاه کنه خیلی امیت با اجازه رخصت میشه دیگه جور باشین زنده باشین ملیک صاحب امی یک دین در گردون از ما ممنع اصل خما پیش از امیر گفتم که تو دختر رو بگی که ما بلده برار میکنم نه؟ آره این حال خوب شد که مسئله خلاص شد دختر قضیه در مردم معلوم میشه که برادر گلی امی بچه مبره بلده آسان نه؟ نره در وجه امزو یک دین میشه در گردون از ما هر چی که تو بگی هر باری که بیل ما قبول نم نه خیر روش پروا نداره مقصد این حال تو بگی چند برادر گندم مگی سیو مگی هر چیز که مگی بسته جایداد در اختیار تو آره دو خروار سیو دو خروار گندم آره خان صاحب آره سه دیگه هر چند بیخی سه صبح از استور قد خر رایی که چندن خر خوبه ما نمر بار که تو راضی شما راضی موم راضی
ملک صاحب از طرف شما هم فکر مسته اونمو یک دودن خر بل زین رایی اره ملک صاحب هم جور باش شما موری کمپاس و اسب بشر ببایره خانه چای مای نه جور باش شما موری دیر شده و بچه ها سنمی آسمیر بایرو شما هم زینج باری ما رایی خدا آسانم آسمیر بایرو و بچه ها وای استاپ او توخ برگو دادانی قول نباشه خودگاه جمعم نباشه دمیر ما برکت خواه واو برگو جمع کت خواه نبایرین دیگه سلمی المایا آفرین جای ساک جمع که باید ساخلی بچه خدا مالت پیدا نکرد ما غم کشه بچه ما اینو مورم سنخانه امنی الغاوشت باشد تو خمیز از تو تایپای نکنه اون گورش بنشی سرخات رفته دا اوجا شیدون در تایشتو من مساو افسون توش کمور بخشید بایر میلوار بسته باید مخانه برم خواسته آبای تو چند دفعه گفتم کم چولر دخانه لیکو تو دا زور دخانه ده اینجور تو به خودل جکتی ما خبر داشت مونیال بیرو که میفرده دست میلی خسرون که بود که چه آدم بود بین کل عاقل مور یک رو که جوکتی نکردش مور او بابی آبی خود توش سندم خوبی کاش که ما من جیر نوسته تانا باشه کاش که مرد کم دخانه باشه یک افسون رسوادم که میقصی بود ما دیستم زادگاه شادی خوش منو من جیر ای بچه ای سرخ بخوره چیز کار کنم ما خبر داشتم که میتونستی آبونه بچه من توش سندم خوبی که خواهی دین الغر تو داستو تایپای نک تمام چیز خوب میشه ما خبر داشت مو بر نخوردم ایت کار دادیست میدیه با قطقو بیسار چیز خیلی کردیشم نول دا نول چیده خاک دا خانه هم کندختی دا دان مردم کمارندختی تمامی دور توریز مکتید شد از بلای استوره بیسار چیز نول دا نول میشه آه بیساق ما زیاد خیلی خبر نیم علمیت که توش نماوش منو تو کار خیلی از نمنده سبب که روزا راستو برنم تو اینجا خوبم اینجا پود نخواکل جیگ ده ما گفتم که یک ماه پرش که اینجا خواهی خودی نخورده بابی خوش خندم خوبی گه باره خب ما برم که بی بر نخورده چیز خواهد تو بونم زیاده بلی مگه میقصدی راست کده ما چیز بدیم دم نکو نکم گردیشون قده که کار کنی بیار مکلک دشتی اینجا بار خدا تو سلمت دیگه نیره استقون تر بیره مردتانی مردی من دختی تو بانو بانو چیزه؟ بجای خچلی بیا بود خانه باری امی جانو ما چیز گل راو داد اونو خچه دختر زد سلمت ده بار خدا تو سلمت دیگه نیره او نمگارم یک از تو بعد یک ماهی پورم اینجا خواهی خوردی خدا هم او نمک باز آخریت بگیره تو او نمگارم چکه تر خط پندکی باسراغ را اینم کدوم خط بخش باره را اینم کدوم کالای بخمل چکه تر نمیده دوم اون موت سبوک انده اون موت سبوک بارو او جیخشور نگین که آخر خبر میشه ای جمعی تو کار اگر که ما این روز آلزو مفهمو خدای مرگ دیگه اوه بیشغل تو دیگه دایی درگه بیا تو یک تو بده که شوی تو امت لغار دم خرازی خانه دو خانه او بچه جیخشور نگو شما آخر خبر دست نید یا مار منی هستینه خویل سیده خیره آگی لولاگی بلا او بچه جیخشور نگ باسد گه بوری تا که زنده ایم لکه ازی از روی این پاک نمیشه تا یه دختر ما زندگیم ندم آره دیگه با پیغمبر خدا روی مرده زنده ایم سیاگ ده خرچی رایت میدم بچه تا ماشالله جوان شده آره شکر خدا یعنی می دختر از ما را ایستیده بو برید سوی پاکستان حالا می بچه یه وزم دختر سور نبردد خونمور مگو خونمو کو خک دخانه از من دست کده نه با بچه عبدالله امی دختر بخشید بگیری یا نگری والله خوب گپ زده خو مقصد یاد جنجال نفتم و جنجال نشته باشه یاد فزیش در پاکستان کرافتی دیگه کی مور پیدا میتونه